به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت با رحم. زنی که مرد را در جایگاه خوابش راضی نمیکند بلکه باز شرط ها میماند، آیا او را در این حالت زدن، دشنام دادن جایز است یا نه؟ اصلا پیغمبر خدا میگه این من حق زوج علی زوجتی اذا ارادها علی نفسها و هی علی ظهر بعیر ان لا تمنعه. یک حقی مرد بالای زن چی هست؟ پیغمبر گفتن اگر زنی که بالای اشتر سوار باشد، ممکن بالای اشتر در سوار است، خانه پدرش رکی است یا خانه مادرش رکی است، همین حالت در میگه که مرد اشتهاش آمد. حبیب خدا چی گفتن؟ اگر گفتن اشارش کنه که نزد من بیا، باید از اشتر فرامده مرد راضی کنه. در همون حالت یعنی از اشتر برای چی میگوید؟ محدثا میگن برای چی اینجا اشتر را ذکر کرد؟ زیرا میگد از اشتر فرامدن بسیار کار مشکل است. از این خاطر همین مشکل هم که باشد گفتن باید که شوهرش راضی کنه. اذا دعا الرجل امرأته الى فراشی فلم تأتیه فبات غضبان علی لعنتها الملائکه حتی تصبح. این هم حدیث متفق علیه است. هر وقتایی که مرد اگر زن خودش اشاره کند که ما از یک فایده گیریم، ما از یک بهره گیریم، فلم تأتیه، بعد زن رد کند گوید نه مثال تا اگر خانه پدرم نبری، مثل این جوانی که سوال که شرط ها میماند، یا گوید تا بازارم نمیبری، یا تا چلم نمیخری، یا تا فلان نمیکنی. گفته اگر شرط ها ماند و نآمد، حبیب خدا گفت که تا روز گفت این زن در لعنت ملائکه ها قرار دارد که تو این شوهر تا چکار نکردی، راضی نکردی. اذا دعا الرجل امرأته الى فراشی فلتأتیه و این کانت علی التنور هم آمده است. در دیگر حدیث پیغمبر خدا میگوید که اگر وقتی که مرد یعنی از زنش خواهد که استفاده برد، اگر زن در حالت نانپزی هم که باشد اشارش کند، میگه همون چکدانه به همون نان گذارد و پیش شوهرش بیاید. یعنی تا این اندازه حق شوهر بلنده است.